از چه کلماتی به عنوان کلمات کلیدی یا به عنوان تایتل در وبسایتمون استفاده بکنیم؟ بحث اولی که باید برای شما مطرح بکنیم انتخاب کلمات کلیدی مناسب برای وبسایت شما خیلی میتونه به بیزینستون یا بهتر بگم پیدا کردن وبسایت شما از طریق مخاطبین واقعی وبسایتتون کمک بکنه. خب خیلی وقتها بعضی وبسایت ها به خاطر انتخاب نادرست کلمه کلیدی در وبسایتشون، به طور مثال یه وبسایتی رو سئو انجام دادیم که حرفه اونها آب معدنی بود. یکی از تایتل های اونها یا کلمه کلیدیشون که به ما معرفی کردن بسته‌بندی آب بود. خب ما سئوش رو براشون انجام دادیم و به صفحه اول گوگل براشون اون وبسایت رو بالا آوردیم. اما جالب اینجاست که از این مطلب معترض بودن که روزانه چندین نفر با اونها تماس می‌گرفتن برای فروش دستگاه‌های بسته‌بندی آب، در صورتی که مخاطبین اون شرکت افراد دیگری بودن. پس برای انتخاب تایتل یا کلمه کلیدی باید وقت گذاشت. به چه صورت؟ یکی از راه‌هایی که میشه ازش کمک گرفت مثل همیشه آنالیز کردن رقبای خود، نه رقبای هموطن خودمون، میتونیم رقبای خارج از ایران رو نیز آنالیز بکنیم، ببینیم اونها برای وبسایتشون از چه کلمات کلیدی استفاده کردن. بعد از اینکه کلمات کلیدی رو انتخاب کردیم به یک سری نکات فنی باید توجه بکنیم، مثل این موضوع که بیشتر از 70 تا کلمه نباشه. البته فاصله علامت هم محسوب میشه. نوع کلمه کلیدیمون باید هوشمندانه انتخاب بشه. نحوه چیدمانش تأثیر خیلی زیادی داره و عرضم به خدمت شما که چون همونطور که میدونید الان سئوی وبسایت بیشتر از صفحه اول به صفحات داخلی وبسایت انتقال پیدا کرده، به این صورت که شما مثلا به طور مثال با سرچ کلمه طراحی سایت، البته در طراحی سایت هنوز این اتفاق نیفتاده، مثلا کلمه وکیل، با سرچ وکیل شما در صفحه اول گوگل میبینید که وبسایتی که اصولی کار خودش رو انجام داده به صفحه داخلی سایت که کلمه وکیل در URL اون به کار رفته ارجاع پیدا میکنه. پس به این نتیجه رسیدیم که بعد از انتخاب کلمه کلیدی مناسب به نحوه درست قرار گرفتن اون در وبسایت توجه کافی بکنیم و به این مطلب میرسیم که دیگه امروزه خود مشتریان باید حتما یک سری از اصول سئو رو خودشون بدونن. نحوه قرار دادن مطالب در وبسایت به این نکته بارها و بارها از زمانی که سئو به وجود آمد و تا زمانی که خواهد ماند، این الگوریتم گوگل و تمامی موتورهای جستجو ثابت خواهد ماند و اون موضوعی نیست جز این که مطلب کپی استفاده نکنید. مطلب کپی مطلبیه که حتی اگر یک سری از کلماتش رو شما تغییر بدید، خودتون محتوا سازی بکنید، دست به قلم بشید یا ترجمه بکنید، نه با گوگل ترنسلیت، ترجمه واقعی تخصصی انجام بدید. بگذارید که ربات‌های گوگل
این رو متوجه بشن که مخاطبین وبسایت شما از وبسایت شما لذت کافی رو میبرن. در درون مطالبتون به صورت اصولی از اون کلمات کلیدی که قبلا انتخاب کردید به صورت اصولی استفاده بکنید، نه خیلی زیاد. البته مطالب دیگه هم هست که در برنامه‌های بعدی اگر با ما همراه باشید به اونها اشاره خواهیم کرد.